خب خب دوستای عزیز، همجا یک نوار است، واقعا نوار است در مسئله داملوهای منبرهای مسجد. خدا توبه، واقعا این چه شوره است که در دور قمر میبینم. عجیب زمانی اومده است. منبرهایی که یک زمان در اونجا امر معروف بود، مردم به خداشناسی و مردم به راست قولی و مردم به دوستداری، مردم به نمیدونم به یک جا بودن و به اتحاد دعوت میکرد. امروز این منبرها، این همه پایلوچای و این همه نمیدونم اینا را چی باید گفت، این همه منبرها را گرفتن. خب این همه منبرها را گرفتن، حال اینا را چی است؟ نسبت تینجی و آرامی وطن محبوب مانپرست و کینه و بخیلی دارند. در بین مسلمین با راه تفریق اندازی و بدبینی میخواهم که وضعیت این نفر در نماز نشسته، شاید نماز جمعه است. او برگه‌ای که در دستش است از کمیته امنیت آماده کرده شده است. در منبری که در اونجا 1400 سال پیش پیامبر خدا می نشست، دعوت به حق میکرد، دعوت به نبرد میکرد، دعوت به نمیدونم حق و باطل میکرد، دعوت به خب چیزهایی میکرد که واقعا خیلی ارزش بلند داشت. امروز این منبرها به این همه تا احمقها، این همه لوچکایی که میبینین، این به همیا رسیده است. عجیب زمانه، واقعا عجیب جامعه پر از کثیفی و پر از نمیدونم شرمندگی شده است که حتی مسجدهای ما علاکه جای برنامه‌های کمیته امنیت شده است، جایی که اونجا باید دعوت بشه. ناآرام سازند. همون یک گروه ناخلفانی که یک غرض بدبینی نسبت به دولت دارند، نسبت به این مملکت تینج و آرام ما و شما دارند. اگر همون قشر آدم ها را نگاه کنید، یگان منفعتی برای دولت محبوب ما نکردند. فقط از خارجه ایستاده سنگ ملامت میزنند. نفرت و عداوت آنها، کینه و کدورت آنها برای تاجیکستان گل شکفته ما و شما یگان تأثیر ندارد. همیشه ما در ضد آنها، در مقابل آنها دعا کنیم که خداوند از نقشه شوم آنها، از بدی آنها مملکت ما رو در پناهش نگه دارد. آنها یک خائنانی هستند، فریفته شدگانی هستند که خون نافشان در همین مملکت، در همین سرزمین، در همین زمینی با اجدادی که هم برای آنها یک ننگ و ناموس آورده ایستاده‌اند و هم از دایره ایمان و وجدان و مسلمانی و آدمگری برآمده، پیروی نفس شیطان، پیروی راه ضلالت گمراهی شده میخواهند بالای این مملکت. این همینا برادرای عزیز ملا میگن اینا را، ملا فلانی. این همین منبرهای مسجد به همیا مانده است. این ایت دیگهش به افتخار قهرمانای تاجیکستان رو به افتخار میگیریم. از این جایگاه ما است. رسول خدا صلی الله علیه و سلم صحت دیگر خاطری جمع است. با همین تینجی و آرامی و آسایشگی انسان زندگی شکل کنید، کارش پیش میبرد، سودا اوج میگیرد. به خاطری که ما جا دادن است، به خاطر آنکه ما منزل دادن است، به خاطر آنکه ما بالای وی زندگانی میکنیم، گشت گذار کرده. برای چی؟ برای آنکه ما خوانده از اون سبق گیریم که گذشتگان ما که بودند،
خلق و جمعیت و وطن را زیان رسانید. آدم بد بود، آدم رسوا بود. امروز مردم نام بیان به بدی میگیرند. اینی یا ملا هم برادرها، هیچ خیلی ملا رو من نفهمم که نه کلا داره نه سلا. عجیب زمانه شده است واقعا، عجیب زمانه شده است که منبرهای مسجد و اینمی طبقه انسان‌های مانده است که اینها میشنند و مردم نصیحت و وصیحت میکنند که در هیچ یک شکلی ساخته ای که میبینی اصلا به یک نفر روحانی اصلا مانندی ندارند. بهترین ها زندان شدند، کسایی که خواندن و علم گرفتن و حق از باطل فرق میکنند، حلال از حرام فرق میکنند، اونها رفتن پشت زندان و این لوچکا را آوردن از بجای مثلا همین منبر جای تاس بگیرو هر چیزی که امنیت میگه اما را بگیرو برای مردم اشولا بخوان. این شده است مسجد و او شده است ملا و دیگر شده است منبر. پیامبر خدا واقعا لعنت میکنه این طایفه انسان‌هایی را که منبری پیامبر برای این همه 4 تا سخن‌های پوچ و بی ارزش دنیایی گپ میزنن. مسجد جای حرف دنیایی نیست. مسجد جایی نیست که بشینید قصه زانتوگدار نقل کنی و مامای میرمای و خالایی نمیدونم طرف با نقل کنی. مسجد جایی نیست که تو برای تعریف و توصیف کنی کدام یک خائن و تجاوزکار در مسجد می نشینند. اینها دنبال نمیدونم دفاع کردن از جان خودشان و حرف زدن از همون اشولایی که در دستشان از طرف کدام یک نهادی براشون میتن. وای به حال این جامعه که حتی مسجدهاشان اومدن به چنین یک بسیار جایی دیگر نمیدونم درست من چه خطاب بکنم. مسجد ما باید جای پاک میگفتیم. مسجد یک جای طاعت و عبادت است، جای خداشناسی است. وقتی انسان مساجد داخل میشود ایمانش اخلاصش زیاد به پروردگار میشود. ولی امروزه مسجدهای ما جای تعریف و توصیف یک گروه از بیخیردا شده است. حتی در مسجدها تلویزیون میمونن پیام رحمان رو گوش میکنن، حتی در مسجدها میروند نمیدونم جشن نوروزی و جشن توی خرسندی و نمیدونم چی کارا میکنن، حتی در مسجدها رقص میکنن. این است دولتداری ما، این است احترام حکومت ما بالای یک انسانی مسلمان و فرهنگ مسلمانی. دیگر چرا سبب به دیگر بخشایی که ما داریم متاسفانه چون این هم هست. خب دوستای عزیز، زیاده از 3 ساعت گپ زدیم. من تشکر میکنم به تمام عزیزانی که در این بخش همراهی ما بدین، ما را دستگیری کردین، کمک کردین. دستاتون در نکنه. انشالله که هر برادری که نیاز دست خب قدرت و امکانیتی که داری میتونین که برای این همین شماره یک کمک خودتون بگذارین. اگر کنار بگذارین هر کسایی که هر گپی میگن انا نمیدونم گدا و پول طلبی و فلان و بیبدان، یعنی خداوند خودش داناتر است، خداوند خودش بهتر و خوبتر میدونه که امانت مردم در کجا صرف میشود و در کجا گذاشته میشود. و همون خاطر برادرها چه وضعی که اگر من بیام در اینجا 3 ساعت و 4 ساعت بشینم، درست است که هیچ وقت میلیونی از اینجا کار کردن نمیشه. اگر که کار بکنی، اگر که میخوای کار بکنی میلیونی برات کسی نمیده. چه برم اگر همین ساعتایی که من در اینجا صرف میکنم در یک شرکت در یک انشاءات کار میکنم، اگر مقصد هدف پول باشه اما پول به دست میارم و زندگی من پیش میبرم. نه خانواده و نه فامیل و نه عزیزا و نه نزدیکایی که از زیر ظلم و زیر شکنجه و زیر تحقیر و زیر فشار و زیر حرفای قبیح میمونم. و نه خودم دیگر میبرم حرف میزنم. دنبال زندگی مثل هزارها تاجیک که آمدن دنبال زندگی هستن. اما یک چیز را مسئولیت گفتیم، یک چیز را هدف گفتیم، یک چیز را وطن گفتیم، یک چیز را خب قرض انسانی و وجدانی گفتیم که فردا اگر خدای کرد و پروردگار ما را بلند کرد که چیکار کردین، خداوند نمیگه که تو به کجا رسیدی، خداوند میگه در چیکار مصروف بودی. و با سری بلند میگیم که خب مردم دعوت کردیم در مقابل ناعدالتی، در مقابل ظلم، در مقابل تحقیر، در مقابل تجاوز، ولی متاسفانه خب دیگه مردم خب و دیگه
مردم ما را نشنید، مردم ما را نفهمید. دیگه چی کاری باید میکردیم؟ لااقل همه چیزا باید که فردا در نزد فرزندان خودم که اگر فردا برام سوال کردن که وطن ما کجا است، میگم بچه‌م سری پدرت برای همین وطن سفید شد. اما متاسفانه ما یک جامعه بسیار کثیف زده داشتیم، بسیار فرسوده داشتیم که این وطن از دست 3-4 تا اجنبی فروخته شد. امروز ما و شما یک بی‌وطن هستیم، یک تاجیک تاجداری بی‌وطن که وطن پاره پاره کرده شد، به هر گوشه کناری یک کشور همسایه داده شد. اگر ما با همین سند رفتن بگیریم، در اون شک نیست که الکی کشور همسایه بر قدرت چین دنداناش میخواد تست کردگی با قرض‌های بی بازگشت و با میلیون‌ها و میلیاردها دلاری که ما را قرضدار کرده است، و فکر نکنه او از نه کدام وزیر و رئیس است که پروز براشون پول میده. اونها سیاستمدار هستن، اونها دولتدار هستن، اونها میدونن که دیرماشون در کجا صرف میشه. ما و شما فقط فکرمون همون کار کردن و یک زندگی پیدا کردن، اما اونها در سیاست‌های بزرگ به بوریزه میبرند و میدونن که برای به دست آوردن یک چیزی از تاجیکستان ما چیکار باید بکنیم. نیمی زمینی بدخشان که در اونجا پر از سنگ‌های قیمت‌بها و پر از گنج و پر از نمیدونم متالورژی رنگ است، کارکرد خیتای است. چین کند است کارکرد داره، اشیاء خام مفت میبره. 4 تنگه خطی بین عنصر فریب کردن، میروند دنبال زندگی.